سرخط خبرها. تأکید وزیر صحت عامه امارات اسلامی بر گسترش خدمات صحی هند در افغانستان. نورجلال جلالی میگوید که هند شریک اصلی مردم افغانستان در بخش خدمات درمانی است. تشدید بررسی پرونده افغانها در امریکا. رسانه‌های آمریکایی میگویند که امریکا در حال بررسی اسناد 18,000 فرد مظنون یا مرتبط با تروریسم است. که مسئولیت این همه توریستا در امریکا برمیگرده به خود حکمای امریکایی. پایان دور هفتم لیگ برتر بزکشی افغانستان با قهرمانی سرپل. تیم بزکشی بدخشان نایب قهرمان و تیم بغلان مقام سوم این رقابت‌ها را کسب کردند. و هشدار سازمان جهانی صحت درباره سوء تغذیه شدید کودکان غزه. این نهاد میگوید که بیش از 100,000 کودک غزه در خطر سوء تغذیه قرار دارند. سلام، با مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز دوشنبه اول جدی که برابر می شود با 22 دسامبر. من محمد نسیم ستانکزی هستم. نورجلال جلالی وزیر صحت عامه امارات اسلامی هند را یکی از شرکای اصلی مردم افغانستان در بخش خدمات درمانی و کمک‌های بشردوستانه دانست. او در گفتگو با یک رسانه هندی تاکید کرد که مردم افغانستان طی دهه‌های گذشته به گونه گسترده برای درمان بیماری‌های پیچیده و تخصصی به هند سفر کردند و ویزای پزشکی هند را یک مسیر حیاتی بشردوستانه برای بیماران خود دانستند. پس از وقوع رویدادهای اخیر مرتبط با مهاجران افغان در امریکا، رسانه‌های ایالات متحده گزارش دادند که مقام‌های آمریکایی در حال بررسی فهرست محرمانه شامل 18,000 فرد مظنون یا مرتبط با تروریسم هستند. فهرستی که پس از چند پرونده پر سر و صدای مهاجران افغان مورد توجه قرار گرفته است. باز هم اناهیتا اندر. در پی برخی رویدادهای اخیر در امریکا، رسانه‌های آن کشور گزارش دادند که مقام‌های آمریکایی در حال بررسی فهرست محرمانه شامل 18,000 فرد مظنون یا مرتبط با تروریسم هستند. فهرستی که پس از چند پرونده پر سر و صدا مهاجران افغان مورد توجه قرار گرفته است. نیویورک پست در گزارش میگوید که از میان 3 مهاجر افغان که اخیراً در پرونده‌های جنجالی بازداشت شدند، تنها 1 نفر در این فهرست ثبت بوده و این موضوع نشان می‌دهد که 2 نفر دیگر پس از ورود به امریکا در داخل این کشور افراطی شدند. اونچه که لازم هست باید آمریکایی ها در رابطه با حقوق مهاجرین و حقوق افرادی که در آمریکا مهاجرت کرده باید کاملا متفاوت باشه با اونچه که بحث تروریست یا بحث مسائل افراطگرایی در دنیا مطرح است. شمار از آگاهان با اشاره به وضعیت مهاجران افغان در امریکا باور دارند که برخورد ایالات متحده با افغان‌هایی که سالها با این کشور همکاری داشتند به ویژه پس از خروج از افغانستان منصفانه نبوده است. آنان میگویند که امریکا به جای ارائه حمایت و پاسخگویی لازم هزاران افغان را در شرایط پیچیده بلا تکلیف و دشوار قرار دادند و نتوانسته مسئولیت اخلاقی خود را در قبال این افراد به درستی انجام دهد. امریکا با مردم افغانستان، با آنهایی که در افغانستان همراهشان همکاری کردند، همکار بودند، همدست بودند، اینا همراهشان با جای از اینکه سهولت برشان پیدا بکنه با مشکلات و با مصائب اونا را دچار ساختن. امریکا در تلاش بوده که در این مدت از شهروندان افغانستان 18,000 توریست در داخل امریکا تربیت کنه تا به خاطر مقاصد استخباراتی بعدی خود و تطبیق اهدافش در افغانستان و منطقه استفاده کنند که مسئولیت این همه توریستا در امریکا برمیگرده به خود حکمای امریکایی. گفتنی است که پیش از این رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم امریکا در نشست با قانونگذاران اعلام کرده بود که طی 4 سال حدود 18,000 فرد شناخته شده یا مظنون به تروریسم اجازه ورود به ایالات متحده را یافتند.
دادستان عمومی تایبات اعلام کرد که 2106 شهروند افغان که در نتیجه بارش شدید برف در مرزهای شمال شرق ایران گیر مانده بودند توسط نیروهای مستقر در آن محل نجات یافتند. به گفته این دادستان، این افراد در نقاط سخت گذر پیش از ورود به خاک ایران شناسایی شده بودند. در پی موج مهاجرت‌های غیرقانونی، دادستان عمومی تایبات اعلام کرد که 2106 تبع غیر مجاز افغانی که در نتیجه بارش شدید برف در مرزهای شمال شرق ایران گیر مانده بودند توسط نیروهای مستقر در آن محل نجات یافتند. به گفته حجت صدیقی، این افراد در نقاط سخت گذر پیش از ورود به خاک ایران شناسایی شده بودند. او افزوده است که این افراد با علائم سرمازدگی به مراکز صحی منتقل شده و پس از درمان آنان طی مراحل قانونی به مقامات افغانستان تحویل داده شدند. قاچاقبران د دروغجنو ژمنو په وسیله د خلکو ژوند سودا کوي. نړیوال نهادونه باید یوازې اندېښنه څرګنده نه کړي بلکې عملي ګامونه واخلي، د قانوني کډوالۍ لارې زیاتې کړي، په افغانستان کې د کار زمینه برابر کړي او د انساني قاچاق پر ضد باندې جدي مبارزه وکړي. تر هغه چې خوندي او قانونی بدلون رامنځته نشي، دا تراژدی به بیا هم تکراریږي. شمار از فعالان حقوق مهاجران با اشاره به رویدادهای اخیر در مرزهای ایران تاکید میکنند که برای جلوگیری از ترک اجباری کشور، دولت باید برای ایجاد امنیت پایدار، فراهمسازی فرصت‌های شغلی، بهبود خدمات اساسی، تضمین حقوق شهروندی و اجرای تدابیر مؤثر اقتصادی و اجتماعی تمرکز کند. این رویداد بار دیگر خطرات جدی مهاجرت‌های غیرقانونی و ناامنی را برجسته می‌سازد. برای جلوگیری از ترک اجباری از کشور و کاهش‌های بحران مهاجرت‌های غیرقانونی افغانستان نیاز به ایجاد امنیت پایدار، فرصت‌های شغلی، دسترسی به خدمات اساسی و حمایت از حقوق شهروندان و تداوین اقتصادی و اجتماعی است. غیر قانوني مهاجرت د نړیوالو اصولو او پرنسپونو خلاف عمل دی او مهاجرین ته جدي قانوني، اقتصادي او امنیتي ستونزې رامنځته کوي. هغه څوک چې غواړي مهاجرت وکړي باید د قانوني لارو څخه استفاده وکړي. این در حال است که پیش از این نیز در پی سرمای شدید در ولسوالی کهسان ولایت هرات 3 مهاجر افغان در مسیر مهاجرت غیر قانونی به ایران جان باخته بودند. همچنین یک چوپان نیز در نتیجه سرمای شدید در همین ولسوالی جان باخته بود. دور هفتم لیگ برتر بزکشی افغانستان با قهرمانی تیم ولایت سرپل به پایان رسید. در دیدار نهایی که میان تیم‌های بدخشان و سرپل برگزار شده بود، چاپاندازان سرپل توانستند با نتیجه 7-0 به پیروزی برسند. تیم بزکشی ولایت بغلان هم در این دور به مقام سوم رسید. و حالا هم چند خبر کوتاه از جهان. رئیس سازمان جهانی صحت اعلام کرده که بیش از 100,000 کودک و 37,000 زن باردار و شیرده در نوار غزه ممکن است تا اپریل 2026 با سوء تغذیه حاد روبرو شوند. وی تاکید کرد که تلاش ها برای مقابله با خطر قحطی در غزه همچنان بسیار شکننده است. در همین حال وزارت صحت غزه از بحران کمبود دارو خبر داده و گفته که کمبود شدید دارو و لوازم مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی در مرکزهای درمانی این بارکه بیداد میکند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که سیستم دافع هوایی این کشور 41 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است. در یک خبرنامه این وزارت آمده که این تعداد پهپادها شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه توسط سامانه‌های پدافند هوایی این کشور سرنگون شدند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اخیراً گفت که مسکو برای حل صلح‌آمیز جنگ اوکراین آمادگی دارد، اما تحقق این امر مشروط به تامین شرایط امنیتی مشخص است. یک مقام امریکایی اعلام کرد که گارد ساحلی ایالات متحده در حال تعقیب سومین نفتکش مرتبط با ونزوئلا در آبهای بین المللی نزدیک این کشور برای توقیف است. امریکا پیشتر 2 نفتکش مرتبط با کاراکاس را توقیف کرده و مدعی است که این کشتی‌ها بخشی از ناوگان سایه برای دور زدن تحریم‌ها هستند. ونزوئلا این اقدام را دزدی خوانده و از شکایت به شورای امنیت سازمان ملل خبر داده است. تنش میان دو کشور در هفته‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.